سلام و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه، به یه آرسنال تاک دیگه. من نعیم هستم، اینجا فوتبال فنزه، اون جی ان تی هم که اون پشت نوشته کانال گیمینگمون هست که فیفا و الان شده اف سی. اگر ندارید که نمیدونم، فکر کنم اکثرا اون بر داشته باشید، این بر نداشته باشید. حالا تو توضیحات هست، سر بزنید. عرضم به حضور شما که بریم یه آرسنال تاک دیگه داشته باشیم، ولی دوست دارم که قبل از هر چی ازتون تشکر بکنم که حمایت میکنید ویدیوها رو. ما به صورت هفتگی الان هم پادکست آرسنال رو داریم که خودم هستم در خدمتتون، فرگی تایمو داریم، پادکست یونایتد با امیر گلخان، با آرش هم لیور تاک رو داریم و چلسی و تیمای دیگه هم اضافه میشه. خیلی زیاد به هم میگید که آقا از لیگ های دیگه بذار و صحبت بشه. ببینید، من چون خودم شخصا پریمیر لیگ رو خیلی تخصصی دنبال میکنم، یعنی مثلا ممکنه بازی نمیدونم اورتون و فولام هم مثلا بشینم نگاه کنم و اخبارش رو دنبال کنم و این داستان ها، بیشتر خودم اطلاعاتم راجع به پریمیر لیگ هست. لیگ های دیگر رو، ایتالیا و اسپانیا رو، بقیه لیگ‌ها رو که اصلا خیلی اطلاع نه، این دوتا ایتالیا و اسپانیا رو بازی حساسشون و بازی مهم رو میبینم. حالا اینتر، یوونتوس، نمیدونم از اون ور رئال، بارسا، و خودم خیلی اطلاعات زیاد و جامعی ندارم. دنبال دوستایی هستم که توی این لیگ ها متخصص باشن، چون دوست دارم وقتی ویدیو رو میبینی، حالا درست دید طرفداری، ولی بازم یه حالت تخصصی توش داشته باشه، اینجوری دریوری نگیم و ثبت بشه و باعث خنده بشه. دنبال دوستایی هستم که دوست داشته باشن، علاقه‌مند باشن، شرایطش رو داشته باشن که بتونیم باهاشون هم به صورت هفتگی پادکست ها رو بگیریم راجع به لیگ های مختلف و تیم های مختلف. حتما تو برنامه هست، ولی یکم زمان میبره. اجازه بدید که آروم آروم بریم سراغش و خیلی هیجانی باهاش برخورد نکنیم. اینم از توضیح. حتما ولی به فکرم هست که این کارو بکنم. دمتونم گرم. بریم سراغ بازی آرسنال و برنتفورد. خب بعد از اینترنشنال بریک و این تعطیلاتی که همیشه رو مخترین تعطیلات در بازی باشگاهی، و آرسنال هم همیشه ضربه خورده، یعنی کلا بازیکن‌ها میرن و برمیگردن، از اون شرایط مسابقه دورن و خلاصه بدجوری خیر آرسنال رو گرفته. یه بازی سختی آرسنال داشت با برنتفورد تو زمین برنتفورد که جای راحتی نیست. تیمی که تو زمین خودش، اگه اشتباه نکنم تو این فصل نباخته تو زمین خودش، اگه اشتباه نکنم، فکر کنم آمار درستی باشه، و تیم خیلی سخت کوشیه و 5 دفاعه معمولا بازی میکنه و خیلی خوب دفاع رو میبنده و یک بلاک مشتی درست میکنه و باز کردن دفاعش واقعا کار سختیه. و آرسنال تو روزی به این بازی رفت که سیتی و لیورپول مساوی کردن، امتیاز از دست دادن و اگر آرسنال میبرد میرفت به صدر جدول، که این اتفاق افتاد. بازی سختی داشت که در نهایت با تک گل کای هاورتز، بله درست شنید، تک گل کای هاورتز بازی رو میبره. گل خوبی هم زد. چند تا نکته داشت این بازی که میخوام خیلی سریع راجبش صحبت بکنم. یکی این بود که رمزدیل بعد از 8 بازی در لیگ دوباره به ترکیب آرسنال برگشت. چرا؟ چون رایا بازیکن قرضی از برنتفورد بود و طبق قوانین نمیتونست جلوی تیم سابقش بازی بکنه و باید رمزدیل بازی میکرد و این پیوسته شد به اون مصاحبه پدر آرون رمزدیل که اومد گفته بود خنده از رو لبای پسرم پاک شده و فلان این داستانا، که حالا راجع به این موضوع یه ویدیوی خوب، یه آیتم باحال با عطا در ساکر پادکست گرفتیم که حالا نمیدونم الان اومده وقتی که این ویدیو رو میبینی یا نه. اگر نگوش بزنگش، به خیلی قشنگ موشکافانه راجع بهش صحبت کردیم، خیلی آیتم باحالی شده. من یه کوچولو اینجا میگم ولی اونجا کامل تره. خب رمزدیل با این بک‌گراند وارد این بازی شد که پدرش اومد یه مصاحبه‌ای کرد و یه پادکستی گفتش که آره شرط رمزدیل اینجوری باهاش صحبت نشده راجع به جایگاهش و اینا، رفتن یه بازی دروازه‌بان دیگه خریدن و فلان این داستانا. و البته توی این مصاحبه از رایا خیلی تعریف شده و گفتنم که آرتتا به عنوان مربی حق داره که هر کیو بخواد بازی بده، اصلا هیچ چیزی نیست، ولی خب این شرایطی که هست. و رمزدیل با این در واقع بک‌گراند وارد این بازی شد که عملکرد شیکی و نامطمئنی هم تو نیمه اول داشت. یه اشتباه
خفن داشت که کل ایکس جی و خطرناکترین موقعیت برنتفورد هم همین اشتباه رمزدیل بود که اینقدر تعلل کرد که اومدن توپو گرفتن و دکلن رایس از رو خط توپو جمع کرد. یه جای دیگه هم توپو اومد با دست پرتاب بکنه که خیلی عجیب غریب و خیلی مبتدی این کار انجام داد. و طبق آمار دروازه‌بانی که در طول این امسال در این فصل در زمانی که توپ در جریان بوده اشتباه داشته فقط خوزسا دروازه‌بان وولفز هستش که بیشترین اشتباهش، بعدش هم الان رمزدیل و اشتباهات عجیب غریبی داشت. خب تمام اینها همه با هم یک حاشیه‌ای عجیب غریبی تو این هفته ها از قبل‌تر این بازی ساخته بود. داستان بازی نکردن رمزدیل و نقل و نبات مجلس دیگه، رمزدیل یا رایا. بذار یه بار برای همیشه اینجا من نظرم بگم، باز میگم تو اون آیتم پوزاکر پادکست هم گفتم. ببینید رمزدیل وقتی که وارد آرسنال شد از شفیلد یونایتد اومد و تمام تیم‌های قبلیشو برید ببینید، تیم‌های درجه چندم لیگ بودن که فکر میکنم رمزدیل با تمامشون سقوط کرده بود، یعنی تیمایی بودن که فقط سقوط کرده بودن و هیچ کسی باور نمیکرد که دروازه‌بان خوبی ازش در بیاد و رقم 27 میلیون فکر میکنم خریدنش. ولی آرتتا میدونست که چی میخواد و رمزدیل رو خرید. فقط یه چیزی نکته داره، ببینید قبل از رمزدیل آرتتا رایا رو میخواست، اصلا قبل از اینکه رمزدیل رو بخواد بگیره رفتن سراغ رایا و برنتفورد حاضر نبود رایا رو بفروشه چون مثلا سه فصل هنوز قرارداد داشت. یعنی از روز اول نگاه آرتتا رایا بود، نتونستن بگیرن، اولویت دوم که رمزدیل بود رو گرفتن و یه موقعیت ایجاد شد که تونستن رایا رو قرضی بگیرن که الان قرار شده قراردادش رو تمدید بکنن و از این موقعیت استفاده کردن. یعنی از قدیم آرتتا رایا رو میخواست و به سبک بازیش هم نزدیکتر بود. حالا مربی حق داره هر بازیکنی که دوست داره رو بازی بده تا وقتی که نتیجه میگیره. کسی الان نمیتونه بیاد بگه آرتتا چرا مثلا فلانیو بازی دادی فلانیو بازی ندادی. میگه آقا من الان تو 1/3 لیگ گذشته صدر جدول تیمو قرار دادم، توی لیگ یه دونه باخت دادم، اونم باختشم که با داستانای داوری و فلان این داستانا بود و نتیجه گرفتم دیگه و منطقی هم هست. پس نمیتونی خورده بگیری مگر اینکه نتیجه نگیره در پایان فصل بعد بیای حالا همه این داستانا رو داشته باشی. از دید هواداری، من هوادار رمزدیل یا رایا، من رمزدیل خیلی دوست دارم، خیلی واقعا بازیکنه که باش ارتباط برقرار کردم در این 2 سال که تو آرسنال بود و خیلی باش حال میکنم. ولی آیا برای مهمه؟ نه، برای من موفقیت تیم مهمه. خیلی رو راست میگم، برای من طرفدار فقط موفقیت تیم مهمه. این که اگر آرتتا با رایا میتونه نتیجه بگیره رایا، اگه میتونه چه میدونم با بره دخیا رو بخره با دخیا نتیجه بگیره با دخیا. برای من موفقیت تیم مهمه. من اون انگیجمنت، اون رابطه احساسی که با بازیکن ممکنه داشته باشم دخیل نمی کنم، هر چی که مربی بخواد. چرا؟ چون این مربی نشون داده که آرسنالی که دیگه میدونید چه شرایطی داشت، زوری مثلا لیگ اروپا رو داشت میگرفت در سالهای متوالی، اومد الان 2 ساله در رقابت قهرمانی لیگ قرار گرفته، میدونی؟ و پس این حق داره که انتخاب بکنه که من این بازیکن رو میخوام اون بازیکن رو نمیخوام. الان هم چیزی که وجود داره اینه که رایا دروازه‌بان شماره 1 آرسنال و رمزدیل دروازه‌بان شماره 2. حالا اگر با این شرایط مشکل داره، نمیخواد دروازه‌بان شماره 2 آرسنال باشه، میتونه بره و من فکر می‌کنم باشگاه نگاهش اینه. چون راجع به مترنر هم همین کارو کرد. مترنر میگفت من بازی بهم نمیرسه، میخوام برم یه جای بازی کنم، گفتن خیلی خب بیا برو بازی کن، رفت ناتینگهام فارست بازی کرد. حالا این که تو آرسنال دروازه‌بان دوم باشی بهتره، چمپیونز لیگ داری، نمیدونم رقابت لیگی و یا اینکه بری مثلا توی ناتینگهام فارست دروازه‌بان اول باشی. حتما برای مترنر مهم بود. چرا؟ چون بازی‌های ملی براش مهم بود، می‌خواست جایگاهش رو حفظ بکنه. ولی برای رمزدیل نمیفهمم چرا، چون رمزدیلی که تو فصل گذشته در اوج بود بازم دروازه‌بان دوم تیم ملی بود و ساوثگیت نشون داد اصلا به این چیزا کاری نداره. مگوایر بازی نمی‌کرد، فیکسش می‌کرد. پس اینم اصلا برای من از دید بازی ملی و اینا اصلا منطقی نیست، چون ساوثگیت بخواد ورش می‌داره، نخواد ورش نمی‌داره. حالا در صورت اون اصلا به نظرم این حاشیه اضافیه برای آرسنال. درسته که آرتتا این حاشیه رو ساخت
ولی من هوادار تو هوادارم مقصریم که هی بهش دامن میزنیم آقا رمزل آقا تموم شد و رفت دیگه، دروازه‌بان یکش اینه، دروازه‌بان دوشم اونه، این چیزی که مشخصه. رمزل اف ای کاپ رو بازی خواهد کرد و لیگ کاپ که خب حذف شدن و لیگ و چمپیونز لیگ و رایا بازی میکنه، مگر اینکه حالا اتفاقی بیفته محرومیتی داشته باشه، معصومیتی داشته باشه، یا اینکه بخواد استراحت بده. این از این. پس رمزل اگر ناراحته خدا نگهدار، من هوادار نظرم اینه. و عملکرد رایا هم عملکرد بدی نبوده نسبت به چیزی که حالا این هفته تو بازی با برنتفورد از رمزل دیدیم. البته نیمه دوم خیلی بهتر کار کرد، واقعا بهتر کار کرد. من دوست دارم بمونه و فکر میکنم حالا درسته که لیگ کاپ از بین رفت ولی بازی های زیادی تا آخر فصل هست، اف ای کاپ هست و احتمالاً در چمپیونز لیگ ممکنه این چند تا بازی آخر بازیایی باشه که احتیاج داشته باشه که استراحت بده. و مثلا فصل پیش یادمه که رمزل مصدوم شد و ترنر بازی کرد در لیگ. این اتفاقا ممکنه، من دوست دارم که بمونه ولی احتمال میدم که بره، حالا اینکه تو ژانویه بره یا توی تابستون نمیدونم. دوست دارم که حالا بهترین اتفاق براش پیش بیاد و اگر قرار اینجوری باشه یا دروازه‌بانی هم بیاد که بدون قرار دروازه‌بان دومه و کار بکنه. این راجع به داستان و رمزه. روز بدی داشت رمزه تو بازی با برنتفورد ولی شانس آورد، یه توپو دکلن رایس در آورد، یه توپ هم زینچنکو، حالا ممکن بود خودش هم بتونه تو برگشت از رو خط در بیاره رمزه ولی زینچنکو زودتر از این که این داستانا بشه کارو جمع کرد. بریم سراغ کای هاورتز، بازیکنی که تو بازی‌های مهم برای آرسنال اتفاقا خوب کار کرده. تو کامیونیتی شیت جلوی سیتی فوروارد بازی کرد، خیلی خوب کار کرد، حالا موقعیت داشت نزد ولی خوب کار کرد، عملکرد خوبی داشت. تو بازی با سیتی توی لیگ که آرسنال 1-0 برد اون بازی رو هم باز خوب کار کرد، پاس گل به مارتینلی رو داد وقتی وارد زمین شد. و توی این بازی هم تنها مدلی که آرسنال میتونست گره بازی رو باز بکنه همینجوری بود. چند بارم از این توپا ارسال کردن، هم ساکا هم مارتینلی، ولی کسی نبود که بره رو تیر دو این هدا رو بزنه و کای هاورتز اومد و کاری که باید میکرد رو کرد. و فکر میکنم دیگه از اینجا به بعد بهانه‌ای برای عملکرد بد هاورتز وجود نداشته باشه، چون دیگه الان اعتماد به نفس رو به دست آورده. هوادارم که براش سنگ تموم گذاشتن و این آهنگ واکا واکا رو براش خوندن کلی و این داستانا. مربی هم که همیشه سوگلیش بوده کای هاورتز و احتمال میدم که از اینجا به روندش خیلی بهتر بشه. اگر روند خوبی نداشته باشه پس ربطی دیگه به اعتماد به نفس و اینا ندارد. این نظر شخصیه، ولی خیلی خوشحالم که گل مهمی زد و بازی مهمی بود. درسته مثلا میگی حالا برنتفورده ولی برنتفورد یقه خیلی ها رو گرفته و اصلا تیم راحتی نیست به خصوص تو زمین خودش. و برد مهم منجر شد که آرسنال دوباره به صدر جدول برگرده و بعد ببینیم که حالا میتونه این صدر جدول نگه داره یا نه. این هفته در چمپیونز لیگ با لانس بازی داره که بازی قبلی رو آرسنال باخت و تو زمین اونا بدم باخت، یعنی اصلا آرسنال خوب نبود. خیلی کنجکاوم ببینم توی این بازی چی میشه، چه اتفاقاتی میفته. یادمون نره که این آرسنال تا حالا 11 تا بازیکن اصلیشو با هم توی زمین ندیده، اصلا نداشتیم تا حالا. یعنی در خط دفاع گابریل و سالیبا و بن وایت و زینچنکو با هم دیگه باشن، هافبک پارتی و دکلن رایس و اودگارد باشن. فکر کنم یه بازی فقط این ترکیب بود، اونم بازی کامیونیتی شیل بود که اونم تازه با زینچنکو نبود، تیمبر بود، اصلا نمیدونم کی بود. و خط حمله جزوس و ساکا و مارتینلی. اصلا این 11 تا بازیکن اصلی رو ما با هم ندیدیم یا حداقل تو یک بازی کامل ندیدیم، یعنی یکی بوده مصدوم شده رفته. ولی خب به نظرم آرتتا خوب کار کرد با این سیستم چرخشی که گذاشت و به خصوص مثلا حضور تومیاسو تو دفاع اینا خوب کار کرده و مدیریت کرده. جزوس مصدوم شد، مارتینلی مصدوم شد، زینچنکو مصدوم شد، مصدوم کم نداشت، تیمبر که کل فصل از دست داد و با تمام این داستانا خیلی کنجکاوم ببینم لاین اپ بازی با لانس چیه. پیش بینی خودم از ترکیب اینه که
احتمالاً بن وایت، گابریل، سالیبا، دروازه که طبیعتاً رایا، یعنی اگه رمزل باشه که شاخ در میاد، خیلی عجیبه اگه رمزل باشه 100% رایا. بن وایت، گابریل، سالیبا و زینچنکو احساس میکنم که در خط دفاع باشن. ممکنه به جای زینچنکو تومیاسو رو بذاره چون تومیاسو عملکرد دفاعی خیلی خوبی داشته. احتمال زیاد جورجینیو و رایس برمیگردن به هافک مرکزی و اودگارد جلوتر ازشون بازی بکنه و ساکا، جزوس، مارتینلی. فکر میکنم ترکیب این باشه. نمیدونم، شما هم نظرتون رو بگید احساس میکنید که ترکیب اصلی بازی با لانس در چمپیونز لیگ چجوری خواهد بود. توی کامنت حتما بگید. و بعد از این بازی اگر آرسنال این بازی رو ببره که دیگه صعودش قطعی شده و دیگه خیال راحت، دیگه بازی بعدو میتونه حتی استراحت بده و این داستانا. بازی مهمیه، بازی با لانس بازی مهمه، چون به نظر یکی که نه، یعنی جدی ترین حریف در بخش گروهی برای آرسنال همین تیم هست و بازیکن‌های خیلی خوبی هم داره. بعد ببینیم چی پیش میاد. هفته دیگه بعد از بازی پریمیر لیگ، بعد از بازی آرسنال، دوباره پادکست آرسنال تاکو خواهیم داشت و مرور میکنیم نسبت به بازی چمپیونز لیگ و بازی لیگی که پشت سر گذاشته. شرایط الان برای آرسنال خوبه، توی لیگ شرایطش خوبه، توی چمپیونز لیگ شرایطش خوبه. یکم این حاشیه‌های رمزل اینا کنار بره، فکر نمی‌کنم اصلا مشکلی وجود داشته باشه و این داستان شکایت کشی هم خیلی حاشیه برای آرتتا و آرسنال ایجاد نکرد و من موافق بودم که جمع بشه یه جوری و خودشون هم یه جوری جمعش کردن. حالا دیگه اشتباه بود دیگه چیکار میخواد بکنی دیگه، انقدر هم همش نباید زد. من حتی خودم یه ویدیو میخواستم راجبش بگیرم و بگم آقا چرا مثلا دیزربی محاکمه نشد و نمیدونم فلان ولی آرتتا شد، ولی فدای سرت وا ول کن. یه بردم نیوکاسل گرفت اینجوری، ببینیم در آینده چی کار میکنه. یه بازی برگشتی هم هست توی امارات. آقا دمتون گرم. لایک یادتون نره، کامنت هم حتما نظرتون رو بگید، ترکیب پیشنهادیتون رو برای بازی بعدی آرسنال بگید و کانال هم با دوستاتون به اشتراک بذارید. همین، دمت گرم. بریم تا ویدیو بعدی. فعلا.